من 5 تا سوال میتونم بپرسم ازتون جواب در مورد خانوماست. دختر شیطون باشه یا متین و سرسنگین؟ شیطون رو دوست دارم. متین و سرسنگین باشه. خب به طب دختر شیطون. چرا؟ بیشتر اوقات که مثلا زندگی خوب بگذره و اینا. چون با خاطر متین بودن خوبه. متین بودن. بله 100%. آدم هر چقدر انرژی بیشتر داشته باشه بهتر میتونه کارهای روزانه‌ش هم موفق باشه. دختر پرحرف و برونگرا باشه یا کم حرف و درونگرا؟ دختری که حرفو بتونه به جاش بزنه. باید کم حرفش پر حرفی خوب نیست حقیقتا. حرف درست رو تو جای درست خودش بزنه. پر حرفیش هم یکم به جایی نمیتونم تحمل کنم. یه خصوصیت میخوام بهم بگید که اگه یه زن داشته باشه از خیلی از عیب‌هاش چشم پوشی میکنید. زنی که قلق مرد و بلد باشه. اولیش صداقت، دومیش هم لوندی دیگه. لوند باشه، جذاب باشه. معمولا زن باید صبور باشه. چی توی یک زن؟ اجتماعی باشه. زن اجتماعی باشه. به نظرتون جذاب ترین دختر کیه؟ دختری که بتونه هیجانات خودش رو خوب نشون بده، به جا نشون بده. به نظر من جذاب ترین دختری که چه با نگاه چه با حرف آدمو بتونه جذب کنه، آدمو قفل خودش بکنه. به نظرم که مثلا وقتی که با هم وقت میگذرونه منو مثلا یه جوری وابسته دلبسته خودش کنه که من نتونم جای دیگه مثلا سرک بکشم.